آقا وضعیت اینترنت خیلی بدتر از اون چیزیه که حتی فکرش میکنید. یو گایز، من وای کیوان هستم و میشه گفت این اولین ویدیو لانگ چنل منه. پس خوشحال میشم با لایک و سابت از من حمایت کنید. خب گایز، حالا دارم راجع به چی حرف میزنم؟ میوه کیلیان دیکتاتور. کیلیان دیکتاتور، کیلیان دیکتاتور، کیلیان دیکتاتور، کیلیان دیکتاتور، کیلیان امباپه، کیلیان دیکتاتور، el que manda en el campo. میبینی که این روزا کل اینترنت رو فرا گرفته. یعنی من اینیستامو وا میکنم میرم اینیستا، از هر 10 تا ریلز 11 تاش فقط همینه. Kylian Mbappé, Kylian dictador, el que manda en el campo, el hombre de fe. Kylian Mbappé, Kylian dictador, si yo pido el trono yo ya lo tomo. Mbappe'yi hiç sevmem de. Ninja kaplumbağa tipe var. Kylian dictador, Kylian dictador. همچین چیز خاصی هم نیستا، صرفا اینو نشون میده که امباپه مثلا به داور دستور میده که بازوبند کاپیتانیو برو بده به فلان کس، یا مثلا به اون کارکنا دستور میده که بیا این ور سالن، این فلان جای سالن رو تمیز کن. واسه همین ملت اومدن بهش لقب دیکتاتور رو میدن. با هوش مصنوعی به چند تا عکس ازش ساختن، خدا وکیلی خیلی حقه. بابا بنازم، این بهتر از اینم مگه داریم؟ رفقا حالا که امباپه انقدر وایرال شده، واقعا ارلینگ هالند هم دست کمی ازش نداره. طرف برای اولین حضورش تو جام جهانی تاریخ سازی کرده، 7 تا گل زده. حالا اینا به کنار، کلی میم ازش ساختن. بعد دلیل معروفیتش چیه؟ طرف 1.95 قد داره، ابرو نداره کلا. خاطر همینم بهش لقب بچه غولو دادن. البته بیرا هم نیستا. فرض کن مثلا تو زمین فوتبالی توپ تو دستته، بعد یه همچین غولی بدو بیفته دنبالش، بعد این دویدنش هم خیلی ترسناکه. یعنی مثلا دارید میدوی، پشتو نگاه میکنی میبینی یا ابوالفضل این چی افتاده دنبال من. بعد خوبیش هم حالا خوبه، یه خوبی هم داره، اینه که طرف توی این سال دنیا اومده، توی این قرن. یعنی فرض کن این دوران قدیم مثلا چند صد سال پیش اون زمان به دنیا میومد، با اون قدش خبر میدادن دستش، باور کن 100 نفر رو حریف بود. بعد نکته خوبش اینجاست، تا قبل از جام جهانی کمتر کسی این بنده خدا رو میشناخته، ولی از اون موقعی که این اولین بازیشو بازی کرده شده کراش نصف مملکت. حالا مملکت به کنار، شده کراش کل دنیا. آقا نمیدونم این چی داره، ابرو نداره کلا، این هیک فقط قوله. ولی بازم از حق نگذاریم، خدا وکیل خیلی کیوته. حالا این وسط مسطا یه چند تا میم ازش در اومده که این توی یه رستوران داره غذای چینی میخوره، بعد همه چی عادیه، بعد یه خودش رو نگاه میکنه از خودش میترسه. بعد جالبیش اینجاست که این اصلا واقعی نیست، هوش مصنوعیه. یعنی من پشمام ریخته واقعا، خدا وکیلی هوش مصنوعی تا کجا میخواد بره جلو. هوش مصنوعی واقعا خیلی داره خطرناک میشه. یعنی تو از اون ویدیو خفن هوش مصنوعی ای جی کینگ بگیر تا اون ویدیوهایی که تازه در ترند شده، آقای پرتقال و خانم پیاز. یه پیاز جونده ای، من جوندم، خودت جونده ای. صبر کن الان نشونت. و خب از اونجایی که ویدیو هنوز 8 دقیقه نرسیده، ناچاریم به این که در مورد میمی حرف بزنیم که 3 سال پیش اتفاق افتاده و میشه گفت این 2 ماه پیش که ما توی تاریکی مطلق بودیم، یه کوچولو توی تیک تاک و اینستا و اینا وایرال شده. و باید بگم مثل بیشتر وقتا این میم مال آیش اسپیده.
رفقا قاعدتا اسپیدو میشناسید؟ اگرم نمیشناسیدش ایشون میشه گفت معروف ترین استریمر جهانه که به دیوونه بازیاش و کارهایی که میکنه معروفه و منم واقعا فن این بشرم. خب الان این دقیقا چی کار کرده؟ آقا ماجرا برمیگرده به 3 سال پیش که این توی استریم روبلاکسش بوده. بعد این بنده خدا چشمش میخوره به یه آیتمی که 18 میلیون واحد پول روبلاکس قیمتش بوده که توی دنیای واقعی میشه معادل 200,000 دلار و خب اتفاقی و بر اثر فاز برداشتن خریدو میزنه که باعث میشه یه همچین شاهکاری خلق بشه. Did I just spend $200,000 on this shirt? Did I just spend 18 million Robux on this shirt? There's no way. Say you swear to God. Say you swear to God. Put that on Allah. Say put that on Allah. Say wallahi, bro. Say wallahi. Say you swear to God that just happened. I just spent $200,000. $200,000. Say wallahi. Say wallahi. I just spent $200,000 on Roblox. 18 million Robux. بگو به خدا برادر، بگو به خدا. همین صحنه گاد باعث شد که کلی میم گادتر ازش در بیاد. Say wallahi, bro. Say wallahi. Say wallahi, bro. Say wallahi. Say wallahi bro, say wallahi. Say wallahi, bro. Say wallahi. Say wallahi, bro. Say wallahi. Say wallahi bro, say wallahi. Say wallahi. Say wallahi, bro. Say wallahi. Say wallahi, bro. Say wallahi. Say wallahi bro, say wallahi. Say wallahi, bro. Say wallahi. Say wallahi, bro. Say wallahi. Say wallahi, bro. Say wallahi. Say wallahi bro, say wallahi. Say wallahi, bro. Say wallahi. Like, stop, bro. You don't know what wallahi means, wallahi, bro. I swear to God, wallahi, stop saying it, because you don't even know what wallahi means. Wallahi, what does wallahi mean? Wallahi, bro. Say wallahi. What? کاملا مطمئنم که وضعیت اکسپلور هممون اینطوریه. فقط نمیدونم کی قراره این لامصبا تموم شن، کی قراره دوران این میما تموم شه. خب رفقا اینم بود از ویدیو اتفاقات اخیری که توی فضای مجازی رخ داده. اگر موضوعی مد نظرتونه و میخواید کاورش کنم حتما برام تو بخش کامنت ها بنویسیدش. منم تا حدی که در توانم باشه سعی میکنم در اسرع وقت ویدیو رو براتون کاورش کنم و اینکه لایک و ساب فراموش نشه. خداحافظ.